من برای رسیدن به این نقطه خون دل بسیار خوردم و الان در جایی ایستادم که با و خون دل بسیار خوردم و همونطور که تا حالا لحظه ای عقب نایستادم از این به بعد هم عقب نشینی نخواهم کرد و همونطور که شما تا چرا؟ دیگه گفتم همه حرفا رو یک کاساش کرده باشیم. آره آقایون داداشم گفته باشم امشب شب ما برم تو چه دلت نخواد دلت نخواد